ما بالاخره اخیراً هم این صحبت‌ها و بحث‌ها زیاد مطرح میشه که باید بریم به دنبال اینکه سرمایه‌گذار خارجی بیاریم و سرمایه‌گذار خارجی بیاد تو اقتصاد ما سرمایه‌گذاری بکنه. میخوام عرض کنم که سرمایه‌گذار خارجی به سرمایه‌گذار داخلی نگاه میکنه، به وضعیت و اوضاع و احوال سرمایه‌گذار داخلی نگاه میکنه، به این معنا که به این نگاه میکنه و این رو مورد بررسی قرار میده که در اقتصاد کشور از حقوق سرمایه‌گذارها به چه نحوی صیانت میشه و از اونها به چه نحوی حمایت میشه. چه بسا از همین منظر و به همین دلیله که شاخص حقوق مالکیت فیزیکی ما وضعیت اصلا خوبی نداره تو دنیا. ما بین 129 تا کشور جهان رتبه‌مون 107 هستش. این نکته مهمیه که بالاخره سرمایه‌گذار خارجی به این نگاه میکنه که وضعیت شاخص حقوق مالکیت تو این کشور به چه صورته. خب اگه کشورهای همسایه ما رتبه خیلی بهتری از ما داشته باشن، احتمالاً سوق پیدا میکنه سرمایه‌گذاری توی اون کشور. اینجا مثال ها رو که میزدید من یاد این تعابیر آقای هرناندو د سوتو افتادم در این کتاب راه دیگر و راز سرمایه. 2 کتاب از ایشون هست به سالهای 1989 و اگه اشتباه نکنم 2001 که هر دوش خوشبختانه ترجمه شده، که در واقع میگه اون کشورهایی که بالاخره رشد و توسعه خوب ندارن مسئله شون از این جنس نیست که پول ندارن، نمیدونم دارایی ندارن باید به اینا کمک کرد، بلکه مسئله شون از این جنسه که دارایی دارن ولی این دارایی زایش نداره، مولد نیسته، شما نمیتونی اینو رهنش بذاری، شما نمیتونی رو این معامله مطمئن انجام بدی، نمیتونی بری سرمایه گذاری بکنی چون زمین ها معارض پیدا میشه براش و بعد در واقع شما چیزی که 30 سال روش کار کردی یک کسی میاد از بینش میبره. یا حالا مثال های دیگری که من قبلا از شما شنیدم که کسی اومده زمینی گرفته خونه‌ای ساخته، بعد از اینکه ساخته شده کسی گفته آقا اینجا من یه قولنامه‌ای داشتم که میگه برای من بوده و مجبور شده طرف باهاش مصالحه بکنه و مثلا نصف واحدا رو بده به اون کسی که این سند رو داشته. اون ابتدا که بازخوردها این بود که آقا ول کنید این قانون که به نتیجه نمیرسه، ایراد شرعی هست، پیگیری نکنید. اگر قرار بود با اون صحبت‌ها بالاخره مایوس میشدن افراد و خسته میشدن و پیگیری نمیکردن، ما الان شاهد همچین قانونی نبودیم. الحمدلله خدا توفیق داد، جمع خوبی از دوستان این مسئله رو پیگیری کردن و تا اینجای کار رسیدیم.